برادران عزیزم، چنانکه که شما میدانید ما در 17 روزی ماه رجب قرار داریم و ماه مبارک رمضان بسیار نزدیک است. پس از هر برادر و خواهری که معاملات قرضداری دارین برابر کنیم و خود را آماده کنیم، هم روحاً هم جسماً، برای ماه مبارک رمضان. خداوند ما و شما را به ماه مبارک رمضان برساند و از ما و شما طاعت عبادت ها را قبول فرماید و این خطاها و لغزش هایی که سال گذشته کردیم تا این دم کردیم خداوند عفو و مغفرت گرداند و بیامرزد و اون نیکی هایی کردیم خداوند جل و علا از ما و شما بپذیرد و قبول کند. برادران عزیزم، موضوع امروزه ما شکل دنیوی دولتداری و مطابقت آن به ماهیت و اصلیت دین اسلام باشد. همه دستاوردهایی که امروز داریم از برکت استقلال دولتداری ملی، نظام دموکراتی و دنیوی آن است. به همین خاطر امروز عزم داریم که در مورد نظام دنیوی دولتداری از نگاه دینی مبین اسلام سخن گوییم. یعنی دنیویت چیست؟ آیا آن با دین مطابقت میکند یا اینکه مخالفت دارد؟ چرا هنوز هم بعضی ها در سر خیال خلافت پرورش میکنند؟ غایه دولت اسلامی آیا نیازهای مردم مسلمان برآورده کرده میتواند؟ به این سوالها به خواست خداوند مهربان کوشش میکنیم که پاسخ گوییم تا در موضوع مهم معلومات داشته باشیم. اولین، وقتی که در مسئله دنیویت توجه میشود، بسیاری ها آن را مقابل دین تصور میکنند. یعنی دین و دنیا در تصوری بیشتر مردم به هم ضدیتند، یعنی ضد معنایند که غلطی بیش نیست، در حالی که خداوند جل و علا در آیت 77 سوره قصص میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. به نام خداوندی بخشاینده مهربان. و به آنچه الله تعالی بر تو بخشیده است ثواب سرای آخرت را بجوی و در عین حال بهره‌ات را از زندگی دنیا نیز فراموش نکن و چنان که الله تعالی بر تو نیکی کرده است تو نیز بر بندگانش نیکی کن و هرگیز در پی تبهکاری و فساد در زمین مباش. به تردید الله تعالی مفسدان را دوست نمی‌دارد. از این آیت برمی آید که خداوند جل و علا ما را از دنیا بیزاری منع کرده است و حتی دستور می‌دهد که از نعمت‌های دنیا استفاده کنیم و در شکل‌های گوناگون قدرشناسی خود را ظاهر نماییم. برادران عزیزم، این کوه‌ها که با این عظمتند، این دریاهایی که می‌بینید، بحرهایی که می‌بینیم، مخلوقات‌هایی که می‌بینیم، زمین‌های پهناور را که می‌بینیم، آسمان‌هایی که بی پایه ایستادن می‌بینیم، این همه نشانه قدرت پروردگار جل و علا هست و این همه هستی و همه کائنات همه برای ما انسانیت ساخته شده است و انسان خود برای طاعت و عبادت به پروردگار جل و علا آفریده شده است. پس برادران عزیزم، از این قدر نعمت‌های پروردگار جل و علا، این قدرت‌ها، این نعمت‌های بزرگ، اینها همه نشانه‌های بزرگی پروردگار جل و علا رو دارند. متاسفانه می‌بینیم بعضی از انسان‌هایی که همه چیز از طبیعت آفریده شده است. بعضی سیاره‌ها به یکدیگر برخوردند و در نتیجه دنیای ما پیدا شد. یک فهمیش غلطی که هیچ اساس و هیچ معنا و هیچ اصلی نداره. پس انسان رو که خلق کرد، انسان خود اول نمیچی بود و میمون بود و بعد ماهی شد و بعد نمیچی بود و یک چیزهایی که نه در عقل یک انسان سالم میغنجد نه در یک چارچوبه دیگری. همه مخلوقات را خداوند جل و علا خلق کرده است. هستی را خداوند جل و علا خلق کرده است برادران عزیز و این همه برای انسان خلق شدند. تصور این نقطه هم
که اگر دولت دنیوی شد حتما آن بر ضد دین است، غلطی بیش نیست. زیرا محض دولت دنیوی دین و مذهب ها را بیرون از فضای مبارزه های سیاسی و قدرتی نگاه می‌دارد. می‌تواند شرایط ضروری برای فعالیت و همزیستی آنها تأمین نماید. یعنی دولت دنیوی به هیچ دین باوری برتریت نداده حقوق آزادی های یک خیله همه آنها را تأمین می‌کند. در شریعت مفهوم به نام مقاصدی خمسه وجود دارد، یعنی مقصدهای پنجگانه. مقصدهای پنجگانه هستند که در دولتی که مسلمانان در آن زندگی میکنند باید شرایط برای تأمین همین مقصدها مهیا باشد. این مقصدها کدام‌هایند برادران عزیز؟ پیش از همه حفظ دین، حفظ جان، حفظ عقل، حفظ نسل و حفظ مال. حفظ دین یعنی در آن دولت دین و دینداری انسانها، مردم حفظ کرده شود. آنها آزادانه توانند خداوند خود را عبادت کنند. این شرایط ها باید فراهم باشد. حفظ جان یعنی جان شخص مسلمان در آن دولت در خطر نباشد. حفظ عقل یعنی منع کردن همه چیزهایی که به عقل انسان خطر دارد، به مانند مواد مخدر، فساد و دیگر بدیها و زشتیها. حفظ نسل یعنی نسل مسلمانان در خطر نباشد و بر دوامی آن تأمین گردد. در بعضی از دولت‌های غربی بعضی مفهوم‌های و فکرهای بسیار پلید، بسیار فکرهای پست وجود دارد. دو پدر یا دو مادر، نعوذ بالله، دو همجنسگرا یک کودکی را میگیرند در تربیه خود، دیگر کودک در حیرت میموند که کدامش پدر است و کدامش مادر. این پستی در هیچ چارچوبه‌ای نمی‌گنجد. و در بعضی حالت‌ها ما دیدیم که یک فرزند یک مسلمان رو میگیرند و میبرند در تربیه آنها میمونند که خودی آنها نه تربیه دارند و نه اخلاق دارند و نه مفهوم زندگی رو فهمیدند. چطور میتوانند فرزند یک مسلمان رو تربیه کنند؟ پس از این پستی ها و از این رذیلی ها دوری کنید. همجنسگرایی یکی از وباهایی هست برادران عزیزم که نسل انسانیت و نسل مسلمان رو از بین میبرد. یک خطری هست که شعور انسان، شخصیت انسان، همه چیز مقدسی که انسان دارد در اون نابود میکنه. حفظ نسل یعنی نسل مسلمانان در خطر نباشد و بر دوامی آن تأمین گردد. حفظ مال یعنی مال مؤمنان را اجباراً تصرف نکنند و هیچ کسی حق غصب مال مسلمان را نداشته باشد. و چنانی که شما میدونید پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که مال مسلمان، ناموس مسلمان، ایمان مسلمان، اینها همه در برابر خون مسلمان میستند. چقدر ارزش زیاد دارد. در مسئله خلافت باشد وضعیت نظریوی و عقیدتی باز هم مرکبتر است. در این موضوع حدیث صحیح رسول اکرم صلی الله علیه و سلم موجود است که آن را مسند امام احمد، سنن امام ترمذی و سنن ابو داود روایت میکنند که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند خلافت همچون نوعی دارد که دولت یعنی تنها 30 سال بعد از وفات پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ادامه مییابد و تمام. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند که بعد از من خلافت آن چیزی که نماینده دین است 30 سال دوام میکند و بعد از آن گفتند هر کسی که بیاید هرچند که خودش را خلیفه نام کند، امیر نام کند، اما او از نام دین صحبت کرده نمیتواند. آنها بعد از 30 سال ملکی میشود، پادشاهی میشود. پس میبینیم در این دوره، در این 30 سال حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه، حضرت عمر فاروق رضی الله عنه، حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله عنه و حضرت علی کرم الله وجهه و 6 ماه اخیری که حضرت حسن ابن علی در این 30 سال چکار کردن؟ خلافت کردن. و بعد از اون خب میدونیم که خلافت امویه و عباسیه و دیگر باز عثمانیه و بعد زیاد میبینیم در تاریخ که زیاد حکمرانی شد. اما در همین 30 سال حدیث صحیح اکرم صلی الله علیه و سلم، حدیث پیامبر آمده است و گفتن که بعد از این 30 سال یعنی ملکی یا پادشاهی آغاز می شود. برادران عزیزم، در حقیقت
وقتی نام اسلام گرفته شود هر یک از مسلمان ها مخصوصا جوانان بسیار داده می شوند. این هم یک از نشانه ایمانشان است. اما انسان های غرضناک و گروه های غرضناک نام پاک اسلام را استفاده میکنند. آنها دولت اسلامی میگویند و پرچم سیاه دارند. دولت اسلامی میگویند و قتل و ظلم و کشتار دارند که این فهمش های اینها از دین فرسخها و عصرها دور است و دین بیزار است از ظلم و ستم و خونریزی و ناعدلی ها. ما دیدیم در تاریخ نه چندان گذشته دولت اسلامی اعلان کردند و چقدر کودکان را یتیم کردند، چقدر زنان را بیوه کردند، چقدر مسلمانان را ناحق به قتل رساندند تا اینکه به همون هدفهای مغریض و فساد و خراب خود برسند و با خون مسلمانان تجارت کنند. من در هر موعظه‌ای که در این مسئله باشد من میگویم شما همین دولت اسلامی میگویم داعش از کجا منشأ گرفت؟ مؤسسش کی است؟ کی همین دولت را گویا تأسیس داد؟ وقتی میخوانی و تحلیل میکنی و میسنجی میبینی که در پشت اینها زیادن گروه های چه منفعت خواه که میخواهند با جنگ اسلحه بفروشند، با جنگ مسلمانان را در تمام جهان بدنام کنند و همینها بودند که چهره های مسلمانان را در اروپا و در تمام جهان خونین نشان دادند و بد نشان دادند و هدف اینها همین است، مسلمان را نابود کردن و ناکام کردن و نام پاک اسلام را بد کردن است. هدفشون دیگر هیچ چیزی نیست و از آن منفعت بردن است. میبینیم چند جوانی که سوادی کافی ندارد، تجربه ندارد، علم ندارد، با یک سخنی همانها فریفته می شود، پدر و مادر را بدبخت و ناکام میکند، می رود در کدام دولت نامعلوم که با کی می جنگد و چیکار میکند.